وما بدلوا تبديلا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم شاد و خوش و خرم باشین و همیشه در پناه الله متعال قرار گرفته باشین. در خدمت شما هستیم با برنامه برگ‌های زرین از تاریخ اسلام. در این قسمت به امید الله سعی می‌کنیم خلاصه ای از یکی دیگر از فتح‌ها و نبردهای اسلام بیان بکنیم. البته اینجا رو نمیشه گفت حالت نبرد در اصل در پایان این معرکه، چون به صورت صلح و به صورت پیمان و عهدنامه این نبرد یا این جنگ به پایان میرسه. داستانی که امروز میخواهیم در مورد آن صحبت بکنیم فتح قدس، شهر ایلیای قدیم که در آنجا مسجد الاقصی واقع است. اهمیت شهر قدس هم در اسلام، هم در دین مسیحیت و هم در دین یهودی همه ما میفهمیم که اهمیت دارد. یعنی شهر قدس در همه ادیان دارای اهمیت خاصی است و آن هم به خاطر وجود مسجد الاقصی و اینکه سرزمین فلسطین به صورت کامل و کلی محل فرستادن انبیا و پیامبران زیادی بوده است. حضرت موسی که به آنجا رفت بعد از مصر، حضرت عیسی و خیلی از پیامبران بنی اسرائیل، داوود، زکریا، یحیی و بقیه. و در اسلام اهمیتش در اینه که اسلام وقتی که وارد جهان شد، دین اسلام شروع شد، وقتی که نماز برای مسلمان ها فرض شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم رسول گرامی اسلام به سوی کعبه نماز نخواند، ابتدا به سوی مسجد الاقصی نماز خواند. اگرچه که دل رسول الله به سوی کعبه بود، دوست داشت اونجا محل عبادت باشه، ولی اونجا بود. یعنی قبله اول مسلمان ها بازم مسجد الاقصی بود که در قدس وجود داشت. برای همین شهر قدس، مسجد الاقصی و این جاها برای مسلمان ها جای غریبی نبود. همه میشناختنش و همه دوستش داشتن و جایی بود که دوست داشتن. حتی فضائل نماز خواندن در مسجد الاقصی فضیلت داره. در حدیث مثلا وجود داره که رسول الله فرمودن نماز در مسجد الحرام ثوابش اینقدر چندین برابره، نماز در مسجد النبی یعنی مسجد مدینه اینقدر ثواب داره، و بعد فرمود نماز در مسجد الاقصی اینقدر ثواب داره. یعنی چندین برابر ثواب بیشتر از نماز خواندن مسجدهای عادیه. این یکی از فضایلی بود که در شهر قدس و مسجد الاقصی و اهمیتش برای مسلمان ها به صورت خلاصه بیان کردم. اما سرزمین قدس سرزمینی است که در قسمت شرقی از سرزمین شام قرار دارد و در جنوب آن جزیره العرب و در جنوب غرب آن یعنی مصر قرار دارد. یک قسمت شام و یک قسمت مصر. در آن دوران در زمان خلافت عمر فاروق که جنگ‌های اسلام در سرزمین شام به سرعت رو به گسترش بود و شهرها و مناطق زیادی فتح میشد یا با صلح یا با جنگ، میدان معرکه به مسجد الاقصی به سرزمین فلسطین هم وارد شد. از یک طرف مصر و جنوب فلسطین در اختیار مسلمان ها بود به فرماندهی عمرو بن عاص و در طرف دیگر سرزمین شام در اختیار یعنی دمشق و خیلی از مناطق در اختیار ابو عبیده جراح و خالد بن ولید فرماندهان شام قرار داشت. اینها باعث شده بود که یک محاصره و یک تنگنایی برای
نصارا و رومی هایی که در فلسطین بودن، البته رومی ها خیلی مقاومت میکردن برای عدم سقوط شهر قدس. چرا؟ چون عبادتگاه و محل بزرگ عبادت آنها در آنجا بود. باعث میشد که زیاد تحمل بکنن تا شهر سقوط نکنه. در آن دوران حاکم و یا معاون اول امپراتوری که در قدس حکومت میکرد شخصی بود به نام ارطبون. ارطبون خواسته بود یک نیروی بزرگی تشکیل بده برای نبرد با مسلمان ها که چون عمرو بن عاص در حال نبرد بود در اون قسمت ها با آنها مقابله بکنه. نیروی بزرگی را تشکیل داده بود و یک جنگی را تدارک داده بود که به وجود بیاد و کسی که در این جنگ با او روبرو بود شخص عمرو بن عاص صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. عمرو وقتی که احساس کرد یک نیروی بزرگی در حال تدارکه از طرف روم با عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه مسلمان ها مشورت نمود. عمر به او پیشنهاد داد که بالاخره چون این نبردی است که باید رخ بده و راه دیگه نیست برای فتح، باید مقابله کرد و نیروها را تجهیز بده. ابو عبیده، خالد و خیلی ها را در جریان قرار داد و به آنها پیشنهاد داد که ما به وسیله زرنگترین مرد خودمان در مقابل آنها خواهیم ایستاد و هیچ ترسی از آنها وجود ندارد. طبق نقشه‌ای که عمر پیشنهاد داده بود به این صورت بود که باید رومی ها را در سرزمین فلسطین سرگرم نمود. جاهایی که محل تمرکز رومی هاست باید آنها را مشغول کرد. نباید جمع بشن با هم. همونطور که در فتح دمشق گفتیم یک قسمت نیرو به فعل فرستاد، یک قسمت به خود فلسطین فرستاد و یک قسمت به شمال طرف حمص تا نیروها نیان، تا کمکی نیان. اینجا هم عمر این دستور داد که آنها را مشغول کنید. برای همین یک گروهی به فرماندهی معاویه ابن ابی سفیان به طرف قیصاریه رفت و آنجا را مانع شد که نیروهای کمکی برای فلسطین بیاد، برای نیروهایی که ارطبون جمع کرده بود و در بقیه مناطقی که در اختیار پادشاه ها و حکام و سربازان روم قرار داشت. در اینجا نیروی رومی در منطقه اجنادین با هم جمع می شوند و در مقابل لشکر اسلام قرار می گیرند. فرمانده کل لشکر اسلام به عهده ابو عبیده جراح بود که خالد و عمرو فرماندهانی بودند که لشکرهای کوچک را اداره می کردند و در جنگ اجنادین جنگ مستقیمی بود که بین عمرو و ارطبون به وقوع می پیونده. این جنگ طبق نقشه خلیفه عمرو گروهایی را به سرکردگی علقمه ابن حکیم فراسی و مسروق ابن فلان مکی میفرسته به جاهایی که رومی ها محل تمرکزشونه و مانع رسیدن نیروها بشه به اجنادین. چون رومی ها گفتیم در قیصاریه، در منطقه رمله و در منطقه دریا نزدیک به دریا هنوز قدرت هایی داشتن، حکومت میکردن و از دریا به آنها نیرو میرسید، کمک ها و امدادهایی میرسید، چون هنوز مسلمان ها راه دریا و نبرد دریا را باز نکرده بودند. بالاخره در اجنادین نبرد سختی رخ میده و بنا به قول طبری مسلمان ها و رومی ها وارد یک نبردی شدند که مانند نبرد یرموک بود، یعنی سخت، نبرد کشنده، نبرد سرنوشت ساز. خیلی از افراد به شهادت رسیدن از مسلمان ها، اما سرانجام پیروزی با مسلمان ها بود و ارطبون شکست خورد. وقتی ارطبون شکست خورد او با نیروهای خود به شهر قدس که در آن زمان ایلیا نامیده میشد وارد میشه و در اونجا سنگر میگیره. مسلمان ها هم میرن و شهر قدس را هم محاصره میکنن و به این صورت نبرد و روند نبرد از اجنادین که ارطبون در اونجا شکست میخوره به طرف شهر قدس
شهر قدس کشیده میشه. بعد از محاصره شهر قدس فرماندهان دیگری نیز به امر ملحق میشن. خود ابوعبیده که قنصرین را فتح کرده بود، چون ابوعبیده در منطقه دیگری مشغول جهاد بود در آن زمان، اونجا که فتح میکنه منطقه قنصرین برمیگرده به طرف قدس و بقیه لشکر نیز جمع میشن. خالد ابن ولید، اینها یک ترس و یک وحشتی در دل رومی ها میندازه و حتی به دنبال نیرنگ ها میفتن و باز خدعه میخورن، خیال میکنن شهر قدس هم سنگربانی شده. منجنیق هایی که بر دیوار قرار داده بودن با پرتاب سنگ، با پرتاب نیزه به سوی مسلمان ها به این صورت جنگ را ادامه میدن. این ابتدا صلح نمیکنن البته با اون منجنیق ها، ولی مسلمان ها هم مقابله مثل میکنن و با منجنیق و با این نیروها به آنها حمله میکنن. و کلا تدابیر امنیتی که برای دفاع از شهر قرار داده بودن باعث نمیشه که مسلمان ها عقب نشینی بکنن، بلکه ایستادگی میکنن و سرما که اون سرمای سختی هم که شروع میشه، بارش برفی که آغاز میشه، باز مانع این نمیشود که مسلمان ها عقب نشینی بکنن. چندین روز جنگ به این صورت ادامه داره، یعنی رومی ها در قلعه های قدس و مسلمان ها در بیرون از شهر و آنها با منجنیق از بالا، با نیزه ها، با پرتاب سنگ های بزرگ به وسیله منجنیق، و مسلمان ها هم با دفاع با سنگر گرفتن و با محاصره ای که برای شهر قرار داده بودن باعث میشه که شهر سقوط نکنه. و گفتیم ابوعبیده و خالد به این لشکر نیز ملحق میشن. در اینجا یک میان برنامه‌ای با هم میبینیم، باز برمیگردیم و روند معرکه را ادامه میدهیم. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. این است الله پروردگار راستین شما، بنابراین پس از حق چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود ندارد، پس چگونه از حق روی گردان می شوید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. گفتیم که محاصره همچنین ادامه داره و چندین روز جنگ های سخت در حال رخ دادن بود. محاصره شهر قدس تا 4 ماه به طول میکشه که حتی سرما گفتیم وارد میشه، مسلمان ها سختی های زیادی تحمل میشن اما مقاومت میکنن. نبرد عقیده است، نبرد دینه، نبرد باور ایمانی و قلبیه. اینها باعث میشه که همه چیز رو تحمل بکنن، کشته بشن، سرما، گرسنگی، همه چیز را تحمل بکنن اما برنگردن و همچنین ادامه میدن. تا اینجا بود که یکی از بزرگان رومی ها به نام سفرنیوس یا سفرونیوس نامه مینویسه به امر و از به او پیشنهاد میده، بالاخره میگه تو راهی نداری جز عقب نشینی و برگشت، شما نمیتونین شهر رو تصرف بکنین. و به او میگه که بالاخره باید محاصره شهر را پایان بدین که شما محال است این شهر را تصرف بکنین. وقتی یک مذاکراتی به این صورت شروع میشه، بالاخره نامه هایی رد و بدل میشه. عمرو بن عاص هم به عمرو بن عاص نوشته بود که مثلا تو دوست و همانند من هستی، جایگاه من تو شهر من مثل جایگاه تو شهر، تو میان قبیله و یعنی خودت، یعنی من فرمانده‌ام، تو فرمانده ای، از تو اطاعت میشه، از من اطاعت میشه. ولی بعد از اینکه ما در اجنادین شکست خوردیم، چون آنها از اجنادین شکست خوردن، وارد شهر قدس شده بودن، دیگه شکستی وجود نداره، شما خودتون را به زحمت نخ کشین.
ولی عمرو در جواب نامه آنها نوشت که این شهر مطمئن باشین سقوط خواهد کرد، به دست مسلمان ها خواهد افتاد. یعنی همون جنگه از همه نظر، از تبلیغاتی، از نظر تهدیدات. اون تهدید میکنه که بابا مغرور به خودتون نشین، دمشق سقوط نخواهد کرد، فقط اجنادین بود و رفت شکست. اینجا هم مسلمان ها میگن که چی؟ مطمئن باشین که جنگ به نفع ما تمام خواهد شد و سقوط خواهد کرد. گفتیم ابو عبیده و بقیه فرمانده ها هم بعد از فتح قنصرین به لشکر عمرو میپیوندن و میان و در اینجا مذاکرات باز شروع میشه. اهل ایلیا یا ساکنان قدس خسته میشن از این روندی که وجود داره و پیشنهاد صلح میدن به ابو عبیده جراح. اما این دو هم تذکر میدن که باید خلیفه مسلمان ها خودش شاهد این صلح نامه باشه، این قرارداد و عهد صلح باشه. یعنی خودشون تحمل نمیکنن، بالاخره تسلیم میشن و میگن ما با شما صلح میکنیم به شرطی که خلیفه مسلمان ها در این صلح شرکت بکنه. ابو عبیده به عمر فاروق رضی الله عنه این خبر رو میرسونه و عمر نیز با گروه اندکی حرکت میکنه و حضرت علی رضی الله عنه را به عنوان جانشین خودش در مدینه منوره انتخاب میکنه و میاد به طرف سرزمین شام. ابتدا در منطقه جابیه در نزدیکی دمشق میره، چون دمشق فتح شده بود در اون دوران و مرکز فرماندهی مسلمان ها دمشق شده بود در شام. به اونجا میره با ابو عبیده و همه اونها به عمر ملحق میشن و با هم مذاکره میکنن. حضرت عمر اونجا خطبه هایی میخونه و چیز جالبی که رخ میده اینه که خب بزرگان دمشق هم به ملاقات عمر میان. وقتی که عمر از دور داره میاد، معروف سوار یک الاغ کوچیکی بوده که حتی پاهایش هم به زمین نمیرسیده. ابو عبیده هم به او میگه، به عمر فاروق، که یا خلیفه اینجا بزرگان و سران دارن میان. حضرت عمر رضی الله عنه بیشان میفرماید به ابو عبیده که ابو عبیده مواظب باش، عزت و سربلندی ما در زیور، در عظمت، در این چیزها نیست که با مثلا یک لشکری، یک سپاهی، یک قدرتی خودم را نشون بدم به اونها. عظمت اسلام ما در اسلام ما، عظمت و قدرت ما در اسلام ماست. ما سربلندی و عزت ما به وسیله اسلام به دست اومده، نه به وسیله چیزی دیگه. به اونها این گوشزد میکنه، خطبه ها میخونه برای مردم مسلمان هایی که اونجا بودن در دمشق و تذکر میده به وحدت، به نزدیکی به صحابه، به احترام به صحابه. و بعد چیزهای جالبی که رخ میده، عمر فاروق از ابو عبیده میخواد که اونو به خونش ببره، به خونه ابو عبیده. و ابو عبیده میگه تو از خونه من چی میخوای؟ میگه منو به خونت ببر. ابو عبیده وقتی که اونو حضرت عمر را به خانهش میبره، عمر میگه وسایل خونت چیه؟ جز چند تا شمشیر و جز زین و یک کاسه چیز دیگه نمیبینه. خوراکیت کجاست؟ وسایلت کجاست؟ تو امیر اونجا شده دیگه، امیر سرزمین شام، سرزمین پربرکت، پر از انواع نعمت‌ها، اما میبینه که چیزی وجود نداره. ابو عبیده یک ظرف، یک سبدی نشون میده که نانهای خشکه و عمر فاروق میگه دنیا همه را به خودش مشغول کرده، دگرگون ساخته به جز تو ای ابو عبیده. بعد از آنجا عمر فاروق به طرف سرزمین ایلیا یعنی قدس میره و اهل مسیحیان و نصارا و بزرگان شهر ایلیا بیرون میان و خارج از شهر با خلیفه مسلمان ها وارد صلح و مذاکره میشن. صلح نامه انجام داده میشه و به یک شرط، به شرط این که رومی ها و اون نیروهای جنگی که ارطبون و اینها در اختیار داشتن و وارد شهر شده بودن بعد از شکست اجنادین باید از شهر بیرون برن. و به این صورت عمر وارد سرزمین قدس، شهر قدس میشه و از آن دری وارد مسجد الاقصی میشه، از آن دری وارد مسجد الاقصی میشه که معروف از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد مسجد الاقصی شده بود در شب اسراء، چون رسول الله در شب اسراء وارد مسجد الاقصی شده بود. و گفتن که هنگام ورود مسجد الاقصی لبیک میگفت، 2 رکعت نماز خواند، همه پشت سر او نماز خواندن و سجده ها میکرد، یعنی سجده تلاوت کرد در نمازش. و بعد
با راهنمایی کعب احبار که قبلا یهودی بود و مسلمان شده بود، جای صخره، جایی که پیامبر معروف است به معراج رفته بود، از آنجا را پیدا کرد، آنجا را پاک کرد و سپس به سربازان مسیحی و رومی ها دستور داد که اونجا را پاک بکنن. چرا اونجا را پاک کرد؟ چون اونجا محل عبادت یهودی ها هم بود و چون شهر در دست نصارا و در دست نصارا قرار گرفته بود، اونجا را به یک محل زباله‌دان تبدیل کرده بودند. زنان یعنی پارچه های خون حیض خود را میریختند و کلا محل آشغالدانی شده بود برای انتقام از یهودی‌ها. چرا؟ چون یهودی‌ها هم اون قبر، اون جایی که اون شخص مسیحی که به حضرت عیسی خیانت کرده بود را به جای او اعدام کرده بودند که عیسی را اعدام کرده بودیم، اونجا را به یک محل زباله‌دان تبدیل کرده بودند. اینها هم انتقام گرفته بودند و اونجا به زباله‌دان تبدیل کردند. ولی حضرت عمر اونجا را پاک کرد، درست کرد و در همونجا یک محل و این احترام گذاشت برای بقیه ادیان و اونجا را پاک و خوب قرار داد. و معروف است که بزرگ رئیس راهبان نصارا از حضرت عمر درخواست میکنه که بیاد در کلیسای قیامه نماز بخونه، اما عمر فاروق قبول نمیکنه. چرا؟ چون که مبادا مسلمان ها از این سوء استفاده بکنن در آینده و بگن اینجا محل عبادت خلیفه ماست، باید کلیسا را تصرف بکنیم. عمر اون قبت صخره را یعنی نزدیک به اون مناطق را نماز میخونه، بیرون از یک مسجد خاصی قرار میده برای مسلمان ها و الان یک مسجدی بنا شده به نام مسجد عمری، جایی که عمر رضی الله عنه به عنوان مسجد برای خودش انتخاب میکنه. حضرت عمر فاروق بعد از 10 روز ماندن در شهر قدس به مدینه دوباره برمیگرده، اما اون صلح‌نامه‌ای که بین عمر فاروق و بزرگان شهر قدس یعنی بسته شد را با هم مرور میکنیم، متن صلح‌نامه را میخوانیم و این قسمت را به پایان میرسانیم. متن صلح‌نامه به این قرار بود: بسم الله الرحمن الرحیم. این معاهده است که بر اساس آن بنده خدا عمر ابن خطاب به اهل ایلیا امان مالی و جانی داده است. همچنین عبادتگاه ها و صلیب آنان و سایر ملت هایشان در امان خواهند بود و به خاطر دین و آیین خود مورد آزار قرار نخواهند گرفت. البته نباید با آنها در ایلیا هیچ فرد یهودی زندگی بکند و باید اهل ایلیا همانند ساکنان سایر شهرها جزیه پرداخت نمایند. رومیان دزدان را از میان خود بیرون کنند و هر کس از آنها تا رسیدن به شهر و دیار خود در امنیت به سر خواهد برد و اگر خواستند در اینجا بمانند باید جزیه پرداخت نمایند و هر کس از اهل ایلیا دوست دارد به رومیان بپیوندد، مال و جانش تا پیوستن به آنها در امان خواهد بود. و اگر قبل از تاریخ جنگ در این شهر افرادی از سرزمین دیگری سکونت گزیدند، می توانند با پرداخت جزیه همچنان در این شهر بمانند و اگر نه پس باید با رومیان بیرون شوند و قبل از برداشت محصول چیزی از ساکنان این شهر وصول نشود. این نامه بر اساس عهد خدا و پیامبر خدا و خلفا و سایر مؤمنین نوشته می شود و باید بر مفاد آن عمل شود، البته به شرطی که طرف مقابل نیز طبق قرارداد جزیه پرداخت نماید. امضا کنندگان خالد ابن ولید، عمرو ابن عاص، عبدالرحمن ابن عوف، معاویه ابن ابی سفیان. جالب است که این قرارداد تا الان نیز وجود دارد. این متن قرارداد. در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک برنامه دیگه همه شما را به الله متعال می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.